آقا ما اینجا یه دونه PS5 اسلیم استاندارد داریم که تازه هاردش هم 3 ترابایته که در یک حرکت فیلد 4 میخواد تبدیل بشه به این. در قدم اول باید هارد 2 ترابایتش رو برداریم که باید بذاریمش روی اون یکی پروه. این هارد 2 تراه و این قراره که بره روی PS پروه بشه 4 ترابایت. بریم که 2 ترا رو تبدیل کنیم به 4 ترابایت. بچه‌ها واقعا بعد از این همه آنباکس فرق این دو تا چیه؟ هیچی دیگه، رو جعبش فقط پیرین شده پر.